مقامات انتظامی تاجیکستان خدای سروزیر قاهی رسولزاده را بازداشت کرده است. مقیم اشوروف به قلابی گمانبر می شود. او اولی همین ماه از سوی ماموران شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند دستگیر شده و نسبتش روز 8 می پرونده باز کردند. به گفته چند منبع رادیو آزادی وی در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت این خبر را تصدیق کرد و گفت که اعمال مقیم اشوروف 65 ساله از روی ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی تاجیکستان سنجیده می شود. از روی این بند قانون گمانبر در حالت سنجیده می شود که قلابی مخصوصاً خوفناک یا به تصرف مبلغ مقدار مخصوصاً کلان دست زده باشد. همصحبت من از وزارت کارهای داخلی در شهر این حالت افزود که گمانبر شده چند سال پیش با راه فریب به باوری یک ساکن شهر خوجند در آمده برای فروش مغازه 4 آشانه $320,000 میگیرد، ولی بعدا آن مغازه را باز به کسی دیگر فروخته مبلغ اولی را بازپس نمیگرداند. ارزش اصلی بنا از این مبلغ زیاد بوده و بحث جانبها نیز سر آن رو زده است. درستی این حالت از زبان خود گمانبر شده مقیم اشوروف به ما معلوم نیست. پیوندانش در این باره نخواستند با ما گپ زنند. نظری وکیل دفاعش نیز دسترس نشد، ولی یک نفر نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری با ما گفت که مسئله در جریان حلشوی قرار دارد. یعنی منظور او این است که ضرر شخص دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. در عکس حال اگر این پرونده با فکر تصدیق ایبدار کننده دولتی به دادگاه رود، دادرس احتمال نسبت او مبلغ کلان جریمه تعیین سازد و یا از 8 تا 12 سال روانه زندان کرده شود. مقیم اشوروف اینچنین در صورت صادر شدن حکم دادگاه از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت تا 5 سال یا بدون آن جزا داده می شود. معلومات درباره فعالیت و شخصیت مقیم اشوروف زیاد دسترس نیست. طبق اطلاع رسمی وی ساکن ناحیه باباجان غفوروف است و در شبکه اجتماعی فیسبوک جای زیستش را شهر خوجند نوشته است. همچنین در این پایگاه خودش را مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک معرفی نموده است، ولی در بین مردم او را همچون خدای سروزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده میشناسند. زیرا پسر او پرویز اشوروف با دختر بزرگ این منصبدار بلندپایه کشور مهرانگیز عائله برپا کردند. بازداشت یکی از خدای قاهی رسولزاده در حالی است که رسانه‌های تحقیقاتگر همین ماه دارایی‌های خانواده او را رسانه‌ای کردند و در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث دامنه‌دار می‌گردد. روز 16 می OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته در دایره طرح دبی انکلودد خبر داد که بنا بر سندهای دریافته آن اقبال خان نظیر و اقبال خان یا اقبالای ناظر و همسر قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیو آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهراً به سروزیر تعلق دارد نامه رسید که در آن گفته می شود جواباً به گزارش رادیو آزادی از 16 می سال 2024 که از جمله در شبکه‌های اجتماعی انتشار شد اطلاع می‌دهیم که معلومات این خبر درباره به همسر سروزیر تاجیکستان منسوب بودن ویلاها اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی‌آید. در پاسخ رادیو آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلیل‌های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شود. این نامه بی جواب ماند یا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می OCCRP در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود. وابسته به این خبر نیز موقع رسمی آنها عین حال معلوم نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.